جیگرک تا بخم سیلینی. روز بخیر خانم سلین. روز بخیر. چی شد؟ شما در این ساعت تاکسی نمی آبید، اما با کجا می روید؟ با بازار. اگر تاکسی هم آید با آن طرف ها شما رو نمی برد. مرحمت، من شما رو با جای می رفتگیتان می برم. زحمت نکشید، بسیار همین ندارم. تشکر. استغفرالله خانم سلین، چه زحمتی؟ من با ذوقی کلان می برم. مرحمت. رحمت، خودم رفته می توانم. رحمتی کلان. دستا با بالا. هوپ آیسته آقای پلیس، در نزدتان خانم ایستاده است. لوینت، تو در اینجا چیکار میکنی؟ نترسید خانم سلین، آرام شوید. شما را نجات میدیم. آیسته آیسته با آغوش منه و نزدی من بیاید. خیلی نجات میدی؟ تو دیوانه شده ای؟ این کنعان دیوانه شما را دوزیدنی است؟ نه، چرا ما را دوزده؟ این نخواده. تو دعا کن که در نزد ما خانم سلین ایستاده است، نباشد من جایت را نشان میدادم. بچه حقارت نکنی. با اگر کنم چی میشوده؟ دستگیر میکنم. نه، با کدام جنایت هایم؟ ملیسر حقارت کردن ستای وزنین داره. عین حال سرتون رو در ازنک دولتی زدید، سلین رو غم دادید. با خدا 1001 ستت بزنن ای دولت گم دکنن. سلین گرفته با خانه شنبه رو یگان نغمه بازی نکنی. با خانم سلین، شما با اولای کپی رو با خانه برگردید که برق بریده ایستاده پریچاسکت ویران میشود. تو راگن بعد به شعبه امنیت بیایید و این احمق را وضعیتش رو ببینید. پیش دارم مایل سلین جان. خدای توبه. خوش آمدید. خوش باشید. چی میخواهید؟ قهوه؟ چی خیلیش باشد؟ نلوچنی. مایلش حاضر. سلامت باشید. این همسری من مزاری با شفاعت باشد همه پیش او می آید. این چی کار است؟ برادر یبلکه بدای. بس بودگی چقدر چه میخوریم؟ برادر جان، هزار رحمت کلام، به شرافت تو من صاحب کار شدم. شوکت، در چشمون جانم، اما با عقل خودت یگان کار نکن. یگان چه شود به من خبر ده. آی برادر جون، با همین گپای بوگینک سخت دلی مرا رنجوندی. حالا گفته بودم دلت را همون رنجوندنت را همه. کی باشد وای؟ داملو، شما رو ناراحت نکردم. استغفرالله خانم بتول، مرحمت. از دیروز باز فکرم در احمد است. با پدرش صحبت کرده؟ و فهمیدم که احوالشون اونقدر خوب نیست. پدر احمد با احوال مادیش تنقیصی میکشد، برای همین زنش خواهر احمد رو گرفته به نزد مادرش رفته است. خدایا، بسیار زیق شدم. کاش که از دستم یگون چیز آید. یا خدایا، من غمگین شدم. کار کردن میخواهم، اما یعنی رفته گردنم یکی زنش را از راهش میگردم. یک جا روی میشود؟ میشود. من یگون چیزی پوشیدنی گرفتم. تمام، انتظار میشوم. شوکت بیتون آمده است. شنیدم برادرم، چشمانت نور میدهند، میبینی همش خوب شده ایستاده است. انشالله شوکت، انشالله شوکت. چیته؟ برادر جان، روزهای خوب ما را انتظار است. خدا الهیم همیشه روزی خوب باشه. برادر، خواهرت دیدی دهنت گیز میشود. پس گردن که میشونود. سر و سیمانش با کار جزیر نکنی. سلام رو ده کنی. مرحمت بو بیشم. تا باز دید. خدا احنا بینمد. سلام شکر بیدم. موی طلب خیست. مرحمت، نوشی جان کنید. تشکر. اگر ممکن باشد از شما یک چیز را پرسم. البته پرسید.
زاغ سیاه گفتنی آدم رو شنیدید؟ شنیدم. تمامی محل از او گپ میزنن. چه خیل آدم بودنش رو میدونید؟ نه، کاش که میدونستم. قهرمان شدنش رو همه گپ میزنند، اما در رویش نقاب بوده است. کی بودنش رو نمیدونم. یعنی رویش رو هیچ کس ندیده است میگید؟ نه، اما با کسی یاری لازم شود در او پیدا میشود. بسیار همجویی. واساس تو قهوه نوشی اومده یا زنی مرد رفتی ای نمی تو چی کار کرده ایستاده ای و بیرون رفت؟ تو چی دیوانه شده ای؟ چی کار کرده ایستاده ای؟ مهمان ها را راهشان را بریده ایستاده ای؟ پسر گرگ نکه؟ تو را کی چونین تربیه کرده است؟ برو رو از اینجا. رو گفتم. رو زود رو. مرا ببخشید. استغفرالله خانم، این خیلی چیزا میشود. نامی تو چیست؟ بهار. اینقدر نامی زیبا بوده است. پس نامی تو چیز؟ بتول. نامی شما چیز؟ نام من زیا. رفت دخترم ببین بیا چی کار کرده است دست در آشخانه. ماشاءالله بسیار هم فرزندان شیرین دارد. سلامت باشید دامودا. برای کودکان چی بودن پدر و مادر رو چی خیلی خوب بودنش رو من ناز میدونم و در این سن سال یاد برادر رو کردم. دامودا پرسیدن ای بس اما شما رو به اینجا شوهرم فرستاد؟ نه این خیلی چیزی نیست خونم. از کجا گرفتید؟ اگر چنین باشد من خودی حاضر میگویم. دیگر به نزیبای بر نمیگردم. اپا جان چی گپ میشود که نکنید؟ این کودک رو از خود جدا نکنید التماس. با گفتن آسان است. شما چی بودنید تنها زندگی کردن رو نمیدونید. من در اون فکر هستم که به خوراک کودکایم چی اندازه گفتم میاندیشم. شما حق هستید خانم، حق هستید ولی همه چیز یک شورای دارد. شما کمی طاقت کنید و اکنون طاقتم تماما طاق شده است. برای چه شما این را نمیفهمید؟ زورا جان التماس مرا از این لوین خلاص کن. اوف سفسطه نگو سلین. وای به تو چی ضرر دارد؟ با چنین محافظ گشتنت خوبتر نیست مگر؟ زورا جان شوخی رو بس کن، احوال جدی است. اگر به یگان کس سلام کنم میترسم که از یگان جو پیدا شده او رو میزند. اگر دستم رو خواهد به فکرم میپروند. برای چی هم چخیر نغزو خیر؟ کوش که من رو یگان کس هم خیلی دوست میداشت. جانم تو زاغ سیاه رو داری کن. زاغ سیاه رو میگوی جانکم؟ زاغ سیاه رو من دیدم مگر؟ ها؟ اگر که خودش خواهد بعد پیدا میشود. اما وقتی دوزیدن در او پیدا شد کو. امروز در راه ماشین بسیار بود. او به یوریم نامد کو. بار اول است که بابایم همراه ملیس رفت. یعنی زورو جان تو هم وای رو سوپرمن خیال نکرده ای؟ به نظرت پریده نمیوه داخل؟ ای سلین من تا حال حیرانم که داخل اون نقاب کی است. به خدا زورو در حقیقت من هیچ حیران نیستم. رفتیم بسیار انتظارمون شدن برای خوراکوری. تشکر زیاد. فرخ از آدمان اجارهگیر یگان خبر هست؟ جمع کرده توانستی؟ نه پدر جان پول رو داده نتوانست. گفت کمی مشکلی دارم و من التماس کمی وقت دهید. از گفتهایش برمیآید که با مشکلی دچار شده است. دیگر چی گفتنم رو ندانستم. وای آیله دار است؟ بله پدر جان. فرزند دار؟ 15 فرزند دارد. اینها همین خیلند. اول فرزندها رو میکنن بعد در درونی قرض زندگی کرده میگردن. آدم چنین تواناییش فرزند میکند همین خیل نیست جانم؟ فرخ تا خوب شدن احوالش از وی آدم پول اجاره نگیر. تمام پدر جان. گفتگی برین دکتر چی گفت؟ سلامتیتون خوب است؟ چی میگوید؟ باز همون گپا؟ هر رفتگیم باز همون احوال. وی هم به جانم زد. مالش آسیا به نوبت. خدا نگه دارد. اینشان اشتهای تام. اینقدر آسان نیست بابا جان. از این پس از خوردن بعضی خوراک‌ها پرهیز میکنید. ای در فکری بابایش فقط.
ببین کاری کردگیش را. بابا جان شق شدم موندید کو. میلیس راست میگه بابا جان، باید شما دقت دهید لطفا. شهناز زنگ میزنند. دامولازیا بودگیست. شام بخیر. دامولا خوش آمدی. شام بخیر. اشتوی شام با شما. شام شما هم بخیر دامولا. دامولا کمی دیگر دیر میکردی از خوراک شام میماندی. شهناز با دامولا در آنجا جای کن. نه لازم نیست. در اصل آقا من به نزد شما با یک کار مخصوص آمدم. مخصوص؟ تمام. به این هم از پیشم خوراکم را گرفتند. به همه ایش جایتان. تشکر. دامولازیا در تنهایی گپ میزنیم گفتی یگان چیزی جدی بودگیست. آقای اکرم من چگونه گفتنم رو نمیدونم. یگان مشکلی است؟ بله آقا یک مسئله هست. دامولازیا یا که بین تو و زهرا یگان چیز رخ داد؟ سلین همه چیز رو میگفته باشد. زهرا جون گپ زده همه رو حل کردیم. گفتی که چرا نقل کنم؟ من از کجا دانم چی میکنم اگر نقل کند؟ از هیجان میمورم. جانم تمام ایستا به خود بیا. چه گپ شد زهرا؟ خوب استی؟ رویت سب سفید شده است؟ از من؟ آها. سمی جان بفکریم چیزی نفوریده است. زهرا جان خیز رویت روشی؟ خیز. دامولازیا بین تو و زهرا یگان چیز شد گفته پرسیدم. نه آقا نه چون این مسئله نیست. یعنی من با یک خواهش اومدم. مرحمت؟ آقا در محله یک آدم تنقیصی میکشد. کمی مشکلی داره در موضوع مادیش. قرض گرفته است. خانهش رو میگیرن. زنش دخترش رو گرفته از خانه رفته است. و آدم با پسرش تنها در کوچه مانده است. آقا در دنیا عذاب کشیدن رو از من خوبتر میدونستگی نیست. با فکرم میترسم که وای آدم یگان کاری ناخوشی نکند. راستی گپ یعنی دزدی کرده به سرش بلا نآورد. بسیار خواطرم. میگویم که با او یگان جای کار یابید تا زندگیش را پیش برد و خانه ویران نشود. دامولازیا این خیلی باشد. وای برادرها به نزدم فرست. صحبت میکنیم با او. چی لازم باشد میکنیم. با یگان کارش میمانیم. در حقیقت بسیار منت دارم از شما. چی گفتنم رو نمیدونم. سلامت باشید. تو سلامت گویی را یک سومانو میدونی. وقتی من هم کم مانده است. من تا حال تاریخ نکاحتان را انتظارم. من خودم بسیار میخواهم. تقدیر یعنی به زهرا هم گفته بودم به تو نگفت. این را با نکاح حقیقی حل کنید گفته بودم. گفته بود آقا گفته بود. این خیلی باشد در بین یک هفته تاریخ نکاحتان را انیق کنید. به نزد من دیگر با این خیلی بهانه ها نآیید دامولازیا. هر چی که خواهید. اوه سلی سرم چرخ میزنده. زهرا جان یگان چیز نشده است. آرام باش. وای من نکن. چیزهای خوب را فکر کن. آرام کوشش کن آرام باشی. سلیم اگر بابایم فهمد دلش میزند. تمام جانکم هیچ چیز رو نمیفهمد. سلین به من چیزی میشود. زهرا جانم به خود بیا. زهرا جان. زهرا جان. خانم خوب هستید؟ گفته بودید سی رو فوش نمیکنید کو؟ بخیر باشد خانم سلین. چی فوشه؟ بابا بوی اکرم همش رو گفته دمی خیلی نه. چی؟ پس چی گپ زدید؟ پس درباره چی گپ میزدید؟ یعنی خانم ها با دل نگیرید اما این مسئله شخصی بود آخر. اما در صحبت با موضوع نکاح رفته. آقای اکرم گپ رو گوش کردن نمیخواهد. یعنی زهرا خانم با فکرم با شما گپ زده است اوید نکاح حقیقی. در بین هفته این کار رو حل کنید گفت موضوع رو محکم کرد. تمام زهرا جان تمام.
جانم هیچ گپ نیست تمام. نه خواطر نشوید، هیچ گپ نیست. یگون چیز فکر کردم میبرایم خانم یکی همه رو فهمد. نه لطفاً آرام شوید. یگانم چی کار میکنی؟ تمام شب چنین غمگه میشینی؟ تو چرا پوشیدی با کار میروی؟ نه خیز بیرون برایم سیر کنیم، هر دو یک جای کمی استراحت کنیم. چقدر باران آخیر؟ مثلا با کینو رویم. با کینو؟ تو 2 ساعت باید تلفنت خاموش میشود، از کارت خبردار نمیشه. خانم علی شما اونلی نو را تا حال نشناخته به فکرم. خیز پوش و خیر. شوهر جانم امروز تماما به کار نرفته، این رو میدونی؟ میدانم. خودم را اجازه دادم گویم نمیشود که. میشود؟ چرا که نه؟ شوهر جانکم. جانم. بیا لبش فیراد کرده. بیا این جناب را تو دستگیر کرده؟ بله سردار. گناهش چه بوده است؟ در وقت خدمت وطن با پلیس اخورات کرد و با سرش در زنک دولتی زد. چشمه دیده و دانسته پیش ماشینش را میگیری، همه این بس نبوده سرش را در علامت راه میزنی. اگر حالا شکایت چی شود چی کار میکنی؟ سردارم در اصل شکایت چی منم؟ چه خیل؟ سردار این شفی مافیا است. تو به همین گفتگی هایت یگان دلیلی داری؟ متاسفانه ندارم، اما من این رو میدونم. همین خیل جنایت میشود لعنتی. شما بدل نگیرید. استغفرالله. یک خیل وقت و این خیل خطاگی میشوند. اگر شکایت چی باشید در حقش کارهایش را سر کنیم، اگر نباشید میتوانید روید. نه شکایت ندارم، تشکری زیاد. با اجازت شما. شب خوش. شب خوش. شکایتم را به کارگرت بعد دیگر خیل نشان میدیم. اونال در کجاست؟ اونال سردارم در خونه، یعنی در کارخانه. زودانا فریاد کن. تلفن خطی فریادش کنم رفت سردار؟ با او زنگ زن. چی قبل بند؟ حالا سردارم بسیارم کار جدی هست، برای همین زنگ زدم. پسرم در 40 سال یک بار بازنم فیلم تماشا میکنم، گفتم مرا راحت گذار. سردارم در حقیقت بسیار جدی. حالا با مدیر ما یک جایم، شما رو میپرسد. چه خیل با مدیر ها؟ خودت حل کن. اگر من نباشم یک امنیت کلان برباد میرود. فیلم من را تماشا کنه. هایونال حاضر گریه هم میوید. تو گریه نکن. کشتش. چه خیل خاموش کرد، نمی آمده است؟ نه گله گفت که نمیام. حالا من به وی نشان میدیم. دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یادرو از منطقه شبکه فعالیت قرار دارد. دست ناراست بوده است. سردارم $10,000 سرش بخره. چه خیلی وظیفه مرا گرفتم من بتید. هیونی گم شو. نمیک لباشر این کارهای عروسها را دیر کردم عیب می شود. تو این را یک دیده برا. هیچ گپ نیا کم میبینیم. آکا؟ ها این سمی است. این در خانه آقای اکرم بابای زهرا می ایستد. چه میگوی تو؟
پسرم این اکرم هم بسیار آدمی رهکشا بوده است. همه کار به پیش وی میبراید. در نزد خانه اکرم خواب رفته وی را که دیدید بار کرده به نزد من بیاره تیز. اطاعت سردارم. زود باش. وای اکرم بای. برادر من نفهمیدم این چی خینسکن برده؟ در اینجا رسمی سعید جان تشریف نوشتگه. اون نخواد که سعید همه قبیزی باشه. باز چی را فکر کرده ای سادهی؟ یا که بیتول را فکر داری؟ نه زهرا. آه کلسی داملای زاغی سیایی تو چی خیلی آدم هستی؟ تا که درونکی میسوزی برا بگو که زهرا سخت ماده مقولی. بگو که من برای تو از آسمان ستاره میارم. در نگاه اولین به تو عاشق شدم. تا حال از فکرم نمیبرایی. اگر همون دختر به تو عاشق نشوه بیام به خدا برادر من در روی تو توف میکنم. زهرا لبای من به تو عاشقم. چی؟ از روز اول دیدم به تو عاشق شدم. در حقیقت از فکرم نمیبرایی. من هم شما را دوست میدارم، اما همچی داملا شما را دوست میدارم. مثل داملا. من همچون دوست شما را دوست میدارم، باور کنید. مثل دوست. من لایق محبت شما نیستم، باور کنید. محبت خوب. من در این وقت وظیفه ام را پیش بردن میخواهم. اوف وظیفه. من در اصل نمیخواهم چنین شود دامولا. تمام اینقدر بهانه داشته اید. نمیخواهم گویی که این کار تمام شود و رود. نشو که اهمیت ندید. گفته که برای این گپا رو ما تو سر کردیم دیگر نکشیم. بلا با پسش ده ای شما دست کنوار پر کنم اما خوب تره. تو چه خیل حال کل استاده ای؟ چه خیل پر میکنی؟ ای برادر ما را مکتب در کوچه خواندگی نیستیم. برای مثال اینمی رسم سید احمد ای. در تگش می نویسیم سید احمد. اگر در تو آنقدر عقل میشد چقدر پداری؟ هیچ چیز نی. روید یا اون کس نمورده است که اینقدر واهمه میکنید. روید از پای کارتون شوید. اما پدرجان. چی پدرجان؟ کمی سخنی کلان رو گوش کنید. خیزید روید راحت گذارید مرا. زهرا تو ایستا. ملیس تو هم ایستا. مالش بابا جان؟ دیده ایستاده ای؟ آهسته دلی بابایش رو میابد. سمی با یک نمایشگاه دعوتیم اما رفته نمیتوانم، کارم برآمد. تو با جای من میروی؟ بسیار میخواستم اما کارم برآمد، باید حل کنم. خب هیچ گپ نی، دیگر وقت نباشد. خوش مانید. همین رو با ملیس یک جا کنم در دنیا خوشبخترین من میشوم. به شوخی خوشبخت میشوی؟ بله. ای رو سیاه شیطان شد. تو یک حیات مکر حیله میکنی ها؟ بسیار میدانی فروخ. من چی کار کنم اونال؟ آدم اگر شکایت کند پس کاری ما دیده بر آمدن است. شما حق هستید مدیر. آدم هایت را خبر کن اونال. با آتش بازی نکنند. درست میگوید مدیر. گفتگی برین دیروز در کجا بودی؟ زنگ میزنم تلفنت خاموش است. قوه تلفن تمام شده بود، برای همین نتوانستم. دیگر تکرار نشود. حاضر از خفای کارتان شوید. روید. بچشم. برا.
ана баромад зуд ӯро дастгир кунед. Сардед маро? Сардед гуфтам. Чӣ гап худаш? Бародаро. Чӣ кор мекунӣ? Аллош давлатаги кушота мебарам, фаҳмед? ту девона шуди писарам, а? истода одамро чаро дастгир мекунӣ? сардорам, шумо ҳақ ҳастед. чизе ки нагӯяд ҳақ ҳастед. бахшиш мепурсам. шуморо ҳам дар мушкилӣ гузоштам, аммо вай дар назди селен ақоратҳои безеб карда рафиқ сардор. дар пеши занат ақорат хина чӣ хел мешавад? писарам, ман ба ту аз селен дур гард нагуфта будам? гуфта будед сардорам, гуфта будед, аммо худамро дошта натавонистам. ман ба фармони дилам, кай дил ба фармони ман аст. ба ғазаб наоям мегӯям, ором шавам мегӯям. ин одам вазъи зиндагиамро хуб кард, аммо беҳуда. гӯш кун, аз ҳад нагузарон левент. худатро ҳам месӯзонӣ, маро ҳам. сардорам, ман оилатонро наҷот додам ку. аҷабо, шумо дар никоҳам шоҳид мешавед? чӣ хел нигоҳ боз? ман бо селен як сара ду сар мекунем насиб бошад. дар никоҳ шоҳид шумо мешавед. левент, писарам, бубин, ту бисёр инсони хуб ҳастӣ. иша ҳама медонам, аммо каме хунук. селен асло туро нигоҳ намекунад. барои чӣ нигоҳ намекарда сардор? левент, ман ба ту чӣ гӯям? ин хел нагӯед. ҳатто селен чунин гапи бемазаро ба ман нагуфтааст. абача мо ҳам мардакем. ҳоли розӣ шудани ман ҳам падвапросай. левент, тоқдам тоқ мешавад. тамом гап нест. ҳа писарам, урусҳоро фиреб карда инро сернок нигоҳ доштанӣ будӣ, а? ба фикрам каме нофаҳмие шудааст. ман касеро фиреб накардам. ҳамин хел. аммо вай бародари рӯз чунин намегӯяд, ҳа? корҳои ман ҳам барор нагирифт охир. ай худоё, капзаниро бубин, а? ман ғарқ шудам. ман ҳам бисёр пулҳоямро аз даст додам. ту рост мегӯӣ? намик, ин бародар ғарқ шудааст. пулҳояш ҳам набудааст, фақир шудааст. бародаро, рӯяшро як сила кун. бубинед, илтимос чунин фикри хато накунед. тамом, ман қарздор ҳастам. каме вақт диҳед, қарзамро бармегардонам, бовар кунед. чӣ кал вақт? гум шав! дар муддати як ҳафта пулро биёр. дар як ҳафта? як ҳафта вақти кам аст. ман аз куҷо меёбам ин қадар пулро? там шав! аз куҷо меёфтааст? дар тамоми ҷой дукон кушодаед. аз амаки акрамат гир. алло, зӯҳро, ту дар куҷоӣ? дар хона. фавран вохӯрданам лозим аст. ба қаҳвахонаи дирӯза омада метавонӣ? самиҷон, баъд вохӯрем. ҳоло омаданам ғайриимкон аст. бисёр ҳам муҳим аз зӯҳро. яъне баъди омаданат чӣ гуфтанамро мефаҳмӣ? хоҳиш мекунам. тамом, ҳозир меоям. тамом. натарсед. оғои шавқат, шумо маро талха гаф кардед. оғои шавқат не, шавқат оғо нест. шавқат ҷон, чӣ будааст анга ҷон? тез бош шавқат. беҳтарин. гузаред, аз ин ҷо гузаред. сари чамбарага фаромӯш кунед. гузаред. ташаккур. ҳеҷ гап не анга ҷон. сафаро бахайр. ба вохӯрӣ. хоб шудааст. марҳамат. дандонатон эҳтиёт кунед, таи дар намона. янга и газ кардагизи? об кади. салом. алейкум салом домуло. чикор мекунӣ? аҳмад куҷост? дар мактаб домуло. агар имрӯз ҳам рафта бошад, ба хотири хоҳараш аз мактаб гурехта истодааст. зиқ нашав, аз ин пас намегурезад. дарсҳояшро нағз мехонад. ба ту як кор ёфтам. чӣ гуфте домуло? рост мегӯед? ман як домулои калонам. ман дурӯғ намегӯям тамоман. ба дил нагиред домуло, аз ҳаяҷон гуфтам. ҳеҷ чиз гуфтанат лозим нест. ту ра зану духтаратро ёву ба назар биёр.
و ماشین بیایگون راهش را میابیم البته. خدا از شما راضی باشد دامولو. ده دستتان را نه بوسه نه کنم. نه احمد را دیدی از تن من بوسه کن. حالا که مسئله حل شد با کارمان برگشتم. سردارم این خلال سرسیمه نشوه. در چند سال در یک روز شفا نمیوبد. کالتا کلاس رو دستگیر کنیم بعد ببین چه خیلی در جایش میشه. رفتیم. با کجا سردارم؟ نزد بیت تو. دیوانه شای. رفتیم. янга ҷон мебахшед дар болои лой ман кардагим дастонро бигирим қадамтонро калон гирем. مرسی. марҳамат. شما در همین جای انتظار شوید. من بسیار نمیستم با کارخانه میرویم. тамом янга ҷон шумо чӣ хеле амр кунед лесинсара нигоҳ кунед бо нағалтен аҳамияти остад خوش آمدی زورا جان. سلام. مرحمت شین. یگان چیز مینوشی؟ وقتی زیاد ندارم. با کارخانه میروم. چی بود از اینقدر سخن مهم؟ اگر بسیار مهم نمیبود تو رو سرگردان نمیکردم زورا. چه خیلی که میدونی من در خارجه با روس‌ها تجارت داشتم و پیش از آمدنم با یک کاری کلان سیلاه در اومدیم. برای به ترکیه فروختنم من مالم رو دیگرگون کرده بودم و این به گمرک ظاهر کرده شد. این کار دور و دراز دوام کرده. چگونه فهمانم؟ اگر به تو یاردم لازم باشد حرف بزن. سلامت باش جانم. تو به این هم فقط در برم بودی. در کدام موضوع پس یاردم مرا میخواهی؟ یعنی زورا جان مالهایم رو از گمرک گرفتنم لازم است. برای این به من مقدار پول لازم است. حتی من برای پولهایم به بانک‌های خارجی مراجعت کردم اما آنها به من در مدت یک هفته میگذرونند. گفتند با عمکم اگر گویم زیغ میشوند. میفهمی یا اینکه نادرست میفهمند. یعنی یک هفته اینه به من پول قرض داده میتونی؟ بیا موسمی اونقدر پروبلم هم نداشته. با تلفن هم میگفتی میشد. دوستی جانی هم توی یعنی تشکری زیاد به تو. یک باوش البته به خدا خدمتی بسیار هم بزرگ کردی با من. یک هفته بس پولت رو برمیگردم. لبه شوکت برادر جان در اینجا کارهای نمیشدگی شده ایستاده است. ببین حالا من احمق را سرش را میگیرم. تمام این کنان دیوانه است. چخیل کنون ای چخیل کنون این کودک احمق از کو سمی انتظار شو حالا می آیم. حاضر من کلای او را میگیرم. چرا تو هیچ کار نکن تو انتظار شو مرا. چخیل چیز نکنم در پیش چشمم یگه ما قچاق کردیستن. شوکت اگر یگون کل کنی تو رو از دفترم خط میزنم. من برای عروس خیلی گفتستم. دعیوسی چی؟ هجری حالی به سوال جواب دادن ندارم. حالا من سوال میدیم. ماشین داری؟ با خدا ندارم استاد. میداشتی حیران میماندم. از کجا میابم؟ استاد عمکی خلیل دارد. ماشین رو چیکار میکنید؟ هیچ چیز رفتیم. مرحمت استاد یکی پدرم آید. نمیآید یگان چیز گوید بعد املا ماشین لازم شد. مایلش صدروی سفید. ما خیر می هجری تو اینجا چیکار میکنی؟ استاد همروی شما رفتن میخوام با خدا. حالی جمع کنی ندارم سخت داشتشی. مایلش استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سردارم تا صبح در همه جا انتظار میشم. ینگت رو زیخ کردن لازم نیست. من انتظار شده نمیتوانم اما تا صبح تو انتظار میشوی. برادر در کجا میگردی؟ کمک دیگه دیر میکردی یا شوکت تو هجری رو گرفته را. نه برادر خفه نشو تو رو تنها نمیگذارم. شوکت چیزی که گفتم همون را کن تیز باش. بچه او زنی تو باشه ینگای ما. شوکت این خیل باشه ما به محله میرویم. اینه کلیت ماشین. سلامت باش تو روی.
سلام و همه. 2 روز می شود که این تمام نمی شود. قهوه یا که زهرا من چیزی رو نمیدونم، یا اینکه سمی با قهوه فال میبیند. اگر ببیند 1 تومان هم گیرم. ببخشید 1 قهوه بیارید. تو رو فال دیدن لازم نیست دوملوزیا. به این هم معلوم تو رو 3 روز دیگرت مانده است. ببخشید خودم رو داشتن نتوانستم. با خدا زهرا جان من سمی رو بسیار دوست داشتم. برادرم باور کن نماز جنازت رو من میخونم. خیلی زهرا ما اکنون رویم. سمی هم یکون کسی دیگر رو یابد برای فال بینی. زهرا یا با من حالا می روی یا اینکه بابا باید همه رو گفته می دهی. خیز روز بخیر. تو دیوانه شدی. این بازی رو حقیقت فکر کردن رو سر کردی. من با تو چی گفتم ها؟ من گفتم که با این آدم نزدیک نشو. اما تو چیکار کردی؟ با سخنهای من تماما اعتبار ندادی. در درون آغوش گرفته چیکار میکردی بابای مرد؟ حقیقت رو میخواهی فهمی؟ گپ زن ببینیم چی میگویی. سیلین بس همین معقول است. من آنها رو یک جا کرده ایستادم. تمام؟ کشا این رو. لبای جونکم. جونم در کجایی؟ هیچ کار ایستادم. هیچ چیز نیست. یعنی یگان کاری مهمت است. نه چی کار میشود؟ کار هر روز آخر. این خیلی باشد بیا مرا گیر به نزدی بابایم میرویم. تمام زنک جان در حال میآیم. لوند چشمت رو از دختر دور نکن. یگان چیزی مهم شود به من خبر ده. سردارم چشمم رو از اون نمیکنم. فرو پسرم ینگت انتظار است. ای سردارم هوا بسیار خنک. ای تو در عسکری نوبچی نمیستودی؟ سردارم نوبچی گفته چی رو در نظر داره؟ نوبچی سرحد، نوبچی دروازه یا نوبچی توالت؟ لوند جان فرید در شوید تست. بیا ببین دخترم. خواهر جان من تو را بسیار یاد کردم. تو را یکا جان یاد کردم. چی گپ شد؟ یا که احمد رو موندنی اومدی؟ نه برای بردن شما آمدم. خودت رو عذاب نده. 100 بار گفتم که دوباره بر نمیگردم. با من گوش کن. داملای مسجد است کو؟ ها میدونم به اینجا هم اومده بود. با من کاری افت. کاری افته است؟ بله باز در دادن قرض کمکم میکند. در حقیقت؟ بیا یک روی نکن زنک جان. همش خوب میشود. کودکا را جدا نکنیم. تمام من لباسایم را جمع میکنم. زودتر باش. کودکا را گرفته به خونه برمیگردیم. 1 دقیقه. تو به کجا میروی؟ به مسجد. اکای فاضلم وفات کرد. سیدت تو به نمازخانه آمدی؟ نپرسه که ایرج. همه چیز از روی هم آمدن گیرد. انسان باز از خدا یاردم میطلبد. محترم داملو عقلم را به جایش آورد. بسیار انسانی حقیقی بوده است. در 2 دنیا حقش را دادن نمیتوانم. ایرج بشنو یکی عقل تو هم به جایش میدراید. سلام. خوش آمده داملو. خلیل امروز مجبور شدم ماشینت را گرفتم. کمی کاری مهم برآمد. تو را نیافتم اجازت گرفتم نتوانستم اما همش خوب است. این طرح نگوی داملو. اگر معقول شده باشد هم ماشین شما بگیرین شه. رحمت کلام. خوب رفتیم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. جماعت استید.
استاد التماس امری معروف کنه. تشنه امری معروف شما هستیم. خیلی شد امری معروف اینجا نکردیم. ما دیگر کار نداشته باشن، فقط امری معروف. راست داملا خیلی شد امری معروف نکردید. بله استاد. البته شما در حسرت امری معروف من هستید. محترم جماعت، بدانید در این دنیا همه ما مهمانیم و خدای تعالی انسان را اینجا امتحان میکنه. انسان ها همین که خود را بی‌نیاز بینند پروردگار خود را فراموش میکنند و چون گرفتار بلای شوند باز خداوند به یادشان میآید. خداوند میفرماید مؤمن برادر مؤمن است و هر چی را که برای خود پسند میدانید به برادرانتان نیز پسند دانید. ببینید پیامبر گرانقدرمان در یک حدیث چنین می‌فرماید هر کسی در این دنیا به بیچارگان فقیران یاری دهد خداوند در روز قیامت به او یاری می‌رساند و هر کسی که به برادرش رنج می‌رساند خداوند در روز قیامت او را از رحمتش ناامید می‌سازد. شما به برادرانتان یاری رسانید تا خدا به شما یاری رساند. جماعت مسلمین بشنوید و اطاعت کنید. با عائله هایی که مشکلی دارند التماس چی مادی باشد چی معنوی کمک رسانید تا آن عائله پراکنده نشود. دانسته باشید در این دنیا همه نعمت ها از آن خدا است و با واسطه آن ما را می آزماید، سنجش می کند. پس شکرگزار باشید. همیشه در خدمت پدر و مادر، خویش و تبار، یتیمان و بیچارگان باشید. ببینید من کفالت میدم که همه این نیکی‌هایتان روز قیامت با خودتان برمیگردند. خدا هدایتان کند. این چه خیلی کم ور باشه؟ فقط 2 صورت دارد. بیزار کردی خطی همین صورتات. چیکار کردی برادر؟ دهنو بینیش شکست یاخی؟ نه پسرم واهمه نکن. ما خطا فهمیده موضوع رو. سمیر رو با سیلین نزدیک کردنی بوده است. بیا ما نمیگه پاته به خدای مرده کلانی سوده ایده. با چشمم دیدم که ینگم اچاق کرد. یا خدای شوکت اینقدر نپرسیدم. چرا یکدیگر رو آغوش میکردید گفته باید میپرسیدم. ایران بجای تو میبودم که تگی پاش میکردم میزدم سر و فوکش هوا رو میگرم یک کلاش میگرفتم ای بینیش. اینقدر وایمای بد نکن با جنگ و جنجال میشده است. با ما میزه بدین. راست میگوی برادر جان. کمتر گیزله شدم. انسانی دوست داشته آمده است. کی؟ باجت. چی؟ چرا این رو پیشتر نگفتی؟ باجان؟ همه پیش آمده بود. شوکت اینها حالا همه رو رسوا میکنند. آقای اکرم فریاد کنه شرمنده میشویم. من گریختم برادر. با کجا میگریزی؟ با من چی دروغ میگم آخی؟ یا خدایا گپ دروغ نیست. یگون چیز پرسم به جنازه رفت میگویی مایلش. ای برادر آخی من میپرسم به جنازه کی رفت؟ با من چی میگم؟ دامولو من شما رو میگفتم. بخیر باشد خانم بتون. بیا خوش آمدی. با شما یک خبری عالی جناب داریم. اپا شما حامله دار شدید؟ نه جانم گویم انشالله این هم می شود. همین خیل نه اونال. انشالله ما با اونال بسیار هم خوشبخت هستیم. مثل در آغوش یکدیگر بریم. خی این خبری عالی جناب چی هست؟
جواب دیم خوب می شود. لبه لبند سردارم کارتکیلوس حالا با بهتور صحبت کرده ایستوده. چی؟ تمام پسرم تمام. خود حاضر می آویم. از آنجا به هیچ جا نرم. داماد به کجا؟ باز از قفای کی میده بیا؟ گفتید که در آغوش یکدیگر زندگی میکنید. جانکم به هیچ کجا نمیروم. یکی همه خیلی شد آموخته شده. حاله جان ما رو اینقدر انتظار نکن. گپ زن آخر. گپ زن جانکم. زود باش. حالا نمیبرایم. کارتکیلوس رو تعقیب کن. جایش رو فهم. خود رو در نظرش نشون مده. با تو وعده میدیم اگر کارتکیلوس رو دستی کنیم با دستان خودم تو رو نکاح میکنم. داملو من از شما بخشش پرسیدن میخواستم. استغفرالله چی گپ شد؟ از روزی که به محله اومدید من با شما خوب رفتار نکرده بودم. واه خواهر جانکم همه این ساخته بود است تو میفهمی لیکن در کودکیت نشونی بودی میزمیزکی من خواهرکم تو رو با آغوش نگرفته خود رو چونین داشته ایستادم اگر دونی نه جانم میشود خیلی چیز بود. آیله پورا پورا شده رو شما پیوست کردید داملو. خدا از شما راضی باشد. استغفرالله هیچ گپ نیست. ما هم از دستمون چیزی هویت همون رو میکنیم. شما خوب هستید یگان کمبودی نیست؟ سلامت باشید داملو. شکر خدا. با اجازت شما من روم در بیمارخانه انتظارم. روز بخیر. روز بخیر. خواهر جانکی من خاطر مشه خواهرم از این پس در برم هیچگاه تنها نمیگذارم. هیچگاه. سلام علیکم بچم. علیکم السلام. من مسجد محله را جسته ایستادم. مسجد دوتر موندم اک جان در دیگر طرف. اگر نماز خواندنی باشی وقت گذشت. ما نمازم را خوندم. خدا قبول کنه. رحمت من امامم. از مفتیات در مسجد محله ما را امام خطیب تعیین کردند. الو قبضه نجم بم اخي نجم بدم اخي نجم تخيل برای چی نجم بم نجم اخي مسافر نجم اخي نجم اخي يا بچه اخي نجم بدم این سالم اخي مسافر تخيل بگم اخي شگر سازم نجم بدم نجم مسافر نجم مایل اینا نمجم بم اینا ساز همون شگر سازمون نکنین اینا نجم بدم چو کردی با یک کس تلفن کنه سر میگه که نجم همسایه او گفته باشه نجم ممکن یگون حالت یگون همین یگون کابل قوی برق گذشته که یگون فلاکت نشه نجم گفته است نجم آخی راست میگوی من دلم دور رفت اگر نه چی هم نجم اینا ما هم نجمه چی هم قرار بست اینا نجم بدیم کی تو اینا دیدی میگه نجم نجم اکن نجم بیس همون جا ما چند سالی سال زندگی کردم ما هم نمیدارم اینم دو باش من آمده باشم شگر سازم نبزم تو کی تو نش سلام علیکم بیا محمد سید بیا بیا تز بیا خوبه حالی حاضر تز بیا همین تلفن در کسی زنگ میگه که نجم اینم جا که ساز کرد شده بدم هم بیخی همین درخت نرم کرد شده بدم میگه نجم بیدم شدم اینا خیلی کسی باشه شوخی کرده نجم گفتن تو کی تو
اینا دیدی مگه که نجوم اینا الو سلام علیکم. اکا شما کیه نی موسفیدی بابای اهلیدین گفتن نجوم ایجوش نمیجومه؟ اکا محمد شماه؟ او بله من کیه شما؟ من نجوم کی؟ نجمیدینی؟ نجمیدین آخی شگرانه چوه نجمیدین نجم موسفید یا تاد یک ساعت های نجمیده شاخ شده همیجا خطی اکی کمالیدین من شاخ شدم این بچه تای نجمیدینی آه بچه ما همین بخه که درخت نرم کرده سبودم سوز کرده سبودم که گفتی که زنگ زدی گفتی که نجم این همه 25 منوت باور که این همین طلبه برای ایستادن دیگر نمیجم بوم آخی چه که نجمیدین باشی با همون نام تپره بگیری آمنه کفی استودیو سیمو تقدیم میکند کلیپ نوی هنرمند جوان با استعداد رمضانی سلیم زاد سوخت دل چون پروانه پر زدم تا کاشانه تا بسازن من و تو دنیای عاشقانه بنازنین دینداری من قلبی من نشسته با نزدیکی از دکان‌های فیتافروشی دسترس نمایید. عاشقان پیوسته نشکن گه نولا مکت روی آهنگ فیروزین موزلی درد که نقل مکت با درونی پر درد پر علم غمی را که مبرورد با بیرون شانم سی دردی دلم را تو نمیدانی دوستت بدارم ای یاری جانی دوستت بدارم ای یاری جانی تو بکای از من تو گریزانی باره بگو کی با من میمانی باره بگو کی با من میمانی تو میدانی جدایی مشکل از غم تو دل به تو تنهایم تو نمیدانی حرفی دلم رو تو نمیخوانی درد دلم رو تو نمیدانی نرفتی یاد хотя ما میخواستم رفتن تا ما فکر کردم که جدایی هر مونده خوبه ما گفتم براترم رفتی رنگی و چشم نکی نرا بوی مو مهری تو مزه لباد ما بعدی رفتن تو فهمیدم بهتر نمیشه بهتر دیگه کس نخم خطی ما میمونه همیشه تو تولی برگرد نتونی یادگی تو نیستن تو بدون احوال ما میمرم تا دانستن تو نخواد خواهی شنیدن خبری مرگی مارا برای امینم و شنوم ما خبری توی تا و خیانتت کردم خیالم به تو متولم نکی یکی تانستم تو خبر داشتم باری غمه عشق تو در دل میری تو در جان تو بیا آخر عشقم مرزان من به تو دلگیرم از دوری میمیرم دل از تو نگیرم نگیرم درد دلم را تو نمیدانی دوستت میدارم ای یاری جانی تو بکای از من تو گریزانی باره بگو کی
باشی خار و خزانم آتش مزن تو دیگر با جانم رحم کن به حالم تنها مگذارم من به تو بیمارم ای نگارم دردی دلم را تو نمیدانی دوستت میدارم ای یاری جانی تو بکای از من تو گریزانی باره بگو کی با من میمانی باره بگو کی با من میمانی استودیا سوربن تقدیم میکند سراینده جوان و امید بخش دلشادی نمازعلی. ای جان مادری من مادری من مادری من خورشیدی سری من مادری من و رپری تاجیک شان ام سی. ای مقدسی حیاتم نمیره با یادم مقدر شبای بخوابی مرا یک شبی خوابم هر یک تاری موی کلیپی نوی خش را با نامی مادر تقدیم میکند. ای مادر تو فای زی خاندانم دو صدای اومخته رپ و استرادی با نزدیکی در سر تا سری تاجیکستان فهم میشود. تلفن ها 933 60 60 93 و 987 65 53 53. با 0023 و 0024 زنگ زنید. کد موسیقی را گرفته تگمه دعوت را پخش نمایید. نمیدانه دردی دلم رو هیچ کس باورم کن که نسمم بلوست یگان آرزوی شامی عروسی تو شامی جدایی ما در بین یار و دوستان ناشون توی در قلب من همچون ستاره گل من چشم تو چشم تز. ای کاش نمیدیدم نمیسوختم ای کاش نگو از جدایی قراری ما این نبود روزی آشنایی قراری چی بود گناه از من رفتی چرا از پیشم رفتی چرا از پیشم کیف گفته حیف میشیم ما دنیا بخبریم آینده را در فروش موندیم که امروزه بخریم درد جانسوزی و شیقی و تش با جان. چرا تو اینقدر بی‌رحمی یارم نمیدانی که من دوستت میدارم شب و روز از غمی. مبارک شود سرودای من بهر شما خوش آمد. انتظاری میکشم انتظاری ایا عشقی سرکشم کی میاری انتظاری میکشم انتظاری ایا عشقی سرکشم کی میاری
باشی انتظاری میکشم انتظاری ایا عشق سرکشم کی میایی انتظاری میکشم انتظاری ایا عشق سرکشم کی میایی بر یادت میکنم از خدا زاری بر یادت میکنم
یک جون تشکر میگیم به فرشته بانو. یک قرصک به افتخارشون، یک قرصک. خدا کند که همیشه یک ستاره باشید در سمای صنعت جمهوری تاجیکستان.